امروز میخوام برای مراجعه کننده قدیمی و عزیزمون نخ آبتوس بذارم. برند مورد علاقم هست، نخ بسیار با کیفیتی هستش. البته روی صورت خودم هم کارگزاری کردم. به این صورت هستش که تا 1 سال اسید هیالورونیک تولید میکنه، مادنگاری بالایی داره و بیشترین سازگاری رو با بافت بدن انسان داره. نخ دابل نیدل میخوام برای مراجعه کنندمون امروز بذارم. کارگزاری نخ دابل نیدل از نخهای دیگه، نخهای کاک کاملا متفاوت است. پلن پیچیده میخواد برای اینکه لیفت خیلی بالایی داشته باشه. طول نخ 50 سانتی متر هست، یعنی حدوداً 1 متر نخ روی صورت مراجعه کننده کارگزاری میشه و بعد از 2 ماه لیفت خیلی خوشگلی به صورت میده. کار لیفت با نخ صورت مراجعه کننده عزیزم تموم شد. سوراخ‌های ورودی و خروجی رو می‌بینید که چقدر ریز هستن، در حد 1 میلن که طی 4-5 روز آینده جوش میخورن. لیفت نخشون الان فوری مشخصه، ولی طی 2 ماه آینده فیکس میشه توی بافت نخ و قشنگتر خودشون نشون میده.